سلام، من رزلیم و این پای منه که شکسته. در واقع تاندونم کش اومده. دکتر بهم گفته که پام باید 3 هفته توی گچ باشه و خب این چرا برای شما مهم باشه؟ تا چند لحظه دیگه میام توی تصویر. چند ثانیه دیگه. خب من 6 ماه بود که ممنوع کار شده بودم. حاجی اینو تو همه ویدیوات باید بگی. دخترها از پسرها حبس کشیده و بعد خوششون میاد دیگه. اینو همیشه میگم که جذابیت همیشه بره بالا. That's my boy. دستگیر شده بودم و ویدیوام پاک شده بود و چون کار شغلمه و کلی ویدیو باید درست میکردم، این باعث شد که من از کارم عقب بیفتم. باز این چرا باید برای شما مهم باشه؟ جلوتر میفهم. خیلی جالبه که وقتی اون 6 ماه ممنوع کاری تموم شد و من دیگه بهونه‌ای برای ویدیو درست نکردن نداشتم، تو 2 ماه که من وقت داشتم ویدیو درست کنم فقط 2 تا ویدیو پخش کردم. الانم که پام تو گچه و کاملا منطقیه که نمیتونم ویدیو بسازم. ولی یه اتفاق عجیبی برام داره میفته. شروع کردم به سرگیجه، حالت تهوع. نمی‌دونم داره چه اتفاقی میفته. برای همین رفتم پیش دکتر. چیه؟ منتظرید که تو این سکانس من الان برم پیش دکتر؟ واقعا ما ایرونیم، ما سعی میکنیم که دوامون رو توی اینترنت یا عطاری پیدا کنیم یا حتی از اون شوهرعمه‌مون که جغرافیا خونده بپرسیم. پس من روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها روی این قضیه تحقیق کردم تا ببینم چه اتفاقی داره برام میفته. کلی ویدیو، مقاله، کتاب خوندم تا اینکه قضیه برام شفافتر شد. خب مردم که کسخل نیستن، لباست همونه، پاتم تو گچه، چجوری 1 سال گذشته؟ اینا رو میگم که مثلا مردم فکر کنن خیلی تحقیق کردم. اونا که نمیفهمن که من رو چت جی پی تی و نمیدونم گوگل اینا رو برداشتم. خب شاید به خاطر طنازیم و شوخ طبعی ذاتیم فکر کنید که من دارم باهاتون شوخی میکنم و این بیماری وجود نداره. ولی خبر بد اینه که این بیماری وجود داره و اسمش هست پروکرستینیشن. خیلی تمرین کردم تا اینو یاد بگیرم. تحت لفظیش میشه اهمال کاری یا تعلل. ولی رزلی این که فقط یک اصطلاح، بیماری نیست. نه عزیزم، قضیه خیلی جدی‌تر از این حرفاست. خود منم درگیر این بیماریه و تو ادامه ویدیو من بهتون میگم این بیماری چیه، چی کار میکنه و راه حلش چیه. پس با من آماده شید که قراره جهشی کنیم در علم با رزلی. حاجی این چه فازی که از تاریکی میای بیرون؟ این چه فیلمنامه‌ایه که نوشتی؟ حاجی شنیدم از تو تاریکی بیای خیلی حس قدرت میده و ابهت هم بیشتر میشه و تاثیرگذاری رو آدما مخصوصا دخترها بیشتر میشه. پس یه برداشت دیگه بریم. دارم کور میشم. خب بریم سراغ این که پروکرستینیشن چیه. مغز آدم معمولی این شکلیه. همه کار رو خودش داره انجام میده، همه چی طبق برنامه است. اما مغز آدمی که این بیماری یعنی پروکرستینیشن، خیلی سخته گفتنش، پروکرستینیشن رو داره این شکلیه. تفاوتو میفهمین؟ اینجا یه چیزی فرق داره. یه قده‌ای کنارشه به اسم سروش. برای اینکه مفهومو خیلی ساده کنم دارم با اسم گذاری و گوگلی کردن مسئله باهاتون صحبت میکنم. حالا سروش کیه؟ سروش مثل همون نفس اماره میمونه که توی دبیرستان توی کتابا میگفتن بهمون. سروش زیاد حافظه نداره، زیاد به گذشته یا آینده فکر نمیکنه. اون بیشتر به جنس مخالف، غذا و خواب فکر میکنه. این چیزا رو منم دوست دارم و مشکلی ایجاد نمیکنه و این دوتا کنار هم اوکی ان. بلادیمی یعنی میزنگم برا تو آخرین قطره خون. ولی یه زمانی هست که این سروشه شما رو اذیت میکنه. حالا چه زمانی این اذیت میکنه؟ بر روی نمودار بهتون نشون بدم. خب این پست مالونه، اینم نمودار. این چیزایی که سروش میخواد، این چیزایی که تو یا مغز کنترلگرت میخواد که بعضی جاها با هم اشتراکاتی دارن. ولی اوضاع زمانی به هم میریزه که بخوای این قسمت از نمودار رو انجام بدی. شاید بخوای بری باشگاه، شاید بخوای درسای دانشگاه تو انجام بدی، یا شاید بخوای اون تکست ریسکی رو به پارتنرت بدی یا همون زیدت بدی و باهاش کات کنی. واقعا این مسائل کار سختیه. یا شاید بخوای مثل من هر هفته ویدیو بدی. آره دقیقاً من میدونم بچه‌ها خیلی بد قولی کردم، قرار بود که هر هفته توی این چنل ویدیو بذارم، ولی خب خلاصه اینجاست که سروش رد میده. حاجی این اکست هم خوب شده ها.
یه تکست بهش بده. کتاب میخونی اسکول؟ پاشو بریم بسکت بازی کنیم با بچه‌ها. چرا اینقدر افسرده ای؟ پاشو بریم ساناز اینا کافن ببینیمشون حالت عوض شه. و این پروسه همیشه ادامه داره و اینم در نظر بگیرین که این نفس اماره واقعا بلده که چه جوری شما رو قانع کنه که یه کاری که الان وقتش نیست رو انجام بدین. راست میگه. چقدر کار کنم از 10 دقیقه هم کار کردم. سانازم اونجاست کافه است. برم دیگه. به موقعیت خوبیه موقعشو بزنم. کنه لقه کار میرم. خیلی جالبه. این ویدیو رو که دارم میگیرم خودش درگیر این داستانه و گرفتن این ویدیو 2-3 هفته است که برای من داره طول میکشه. 100% این اتفاق برای شما افتاده. نمیدونم باشگاه برین یا نمیدونم یه سری کارهایی که خیلی خسته کننده ای هست که باید انجام بدین برای دانشگاهتون، برای کارتون، برای بهتر شدن مهارتاتون توی داستانی، ولی همیشه یه سرگرمی یا یه داستان شما به جاش انتخاب میکنید. حتی من میشینم صبح تا شب اسکرول میکنم توی اینستاگرام و نمیدونم سریال جدید شروع میکنم و ترجیح میدم با دوستان برم بیرون یه کافی بزنم و چرت و پرت بگیم و این داستانا. شاید تو فرهنگ عامیانمون خودمون بهش میگیم تنبلی و نمیدونیم که خود ذهنمونه که ما رو داره عقب میندازه از کارامون و شاید هنوز باور نکردیم که یه موضوع خیلی جدیه که خیلی از چنل‌های یوتیوب پزشکا روانشناسا دارن دربارش صحبت میکنن که لینک همه این ویدیوهایی که خودم دیدم و باشون حال کردم و میذارم اون پایین براتون، حتما بریم ببینید. اما طی تحقیقات میدانی و تحقیقاتی من در این مورد 2 تا راه حل برای این داستان وجود داره که یکیش خیلی اتوماته توی ذهن خودمون اتفاق میفته و دومیش دست خودتونه که اون آخر ویدیو میگم. راه حل اول خیلی اتوماتیکه و بدنمون و مغزمون خودشون داستانو انجام میده. توی مغز ما کسی وجود داره که این کارو انجام میده و سروش نفس اماره داستان ما مثل سگ از اون میترسه. وقت فرار وقتشه در بریم، بیاین از اینجا همه زودتر بریم. اسمش هست پنیک مانستر. ولی برای شما بچه‌های تو خونه ما توی این داستان اسمشو گذاشتیم خورزوخان. اینو به چشم یک طنز نبینید. واقعا اصلا فکر نکردم به اسم. فکر نکنید طنز من در همین سطحه و وای رضا خورزوخان چقدر جر خوردم. نه اصلا از این خبر نیست. من اصلا نمیخوام که شما رو بخندونم. خورزوخان مثل فرشته سمت چپ ما میمونه یا شاید هم راست یا شاید همون چپ. نه ببین داستان اینه. مگه ما نمیگیم به چپمون میگیریم و به چپمون میگیریم میشه همون سروش؟ پس نه، فرشته راسته. خورزوخان همون استرس تو مغزمونه و همیشه هدفا و ددلاینامون رو یادمون میاره. مگه نمیخواستی بهترین یوتیوبر ایران چی؟ چرا میخواستم؟ مگه نباید هر هفته ویدیو میذاشتی؟ آره باید هر هفته میذاشتم. این پروندته. این چه وضعی رو انداختی؟ یکم کوچیک نیست پرونده‌تون؟ آها دیگه سیستم آخه عوض شده، دیگه رو کاغذ نمی‌نویسی، همه چی توی فلش اینقدیه. خب تو قرار بود هر سه شنبه ویدیو بذاری تو چنل دوم. دقیقاً. بعد هر سه شنبه ویدیو میذاشتم. خب آفرین. جمعه و شنبه باید متنشو مینوشتی، یک شنبه و دوشنبه فیلم برداری و ادیتش و سه شنبه هم پخشش میکردی. خب چی شد؟ حاج آقا ما جمعه و شنبه رفتیم ویلای ساناز اینا. ساناز چه خریه؟ خورزوخان اینه. نه آفرین. خب این اوکیه. آیدیش هم بهم بده که من حواسم باشه تو این چند هفته بهش. یک شنبه و دوشنبه یه مشکل برای مادر پیش اومد که من کمکش کردم. از کی تا حالا تو فرزند حسنه مادرت شدی؟ سالی یه بار بهش کمک نمی‌کنی. سه شنبه چی؟ سه شنبه چیکار کرد؟ سه شنبه هم یه مستند بود خیلی کنجکاویمو برانگیخت، نشستم اونو دیدم. مستند چی؟ پیدایش چرخ. دیگه من نمیدونم با تو چیکار کنم. نشستی مستند پیدایش چرخو دیدی،
و ادیتور رو انجام ندادی، خودت کام به خدا همش تقصیر سروشه. حالا یه مفهوم جالب وجود داره. کارا رو میتونی به دو دسته تقسیم کنی. یک سری کارهایی که ددلاین دارن، به قول ادعیا ددلاین یا سررسید، خودشون یه تایمی دارن که باید انجام بشه، مثل یه امتحان دانشگاه. یه سری کارا انگار از درونت شروع میشه و انگار خودت به خودت قول دادی، مثل یه ایده شروع کردن. سلام، به کاوارو خوش اومدید. مثل یه کتاب بخونی، تو دیت ازش استفاده کنی که بتونی مخ بزنی. بله بچه‌ها، هر مفهومی رو ما میتونیم به دیت ربط بدیم، مثل همین. یا حتی اون مقاله لعنتی که باید بنویسی، بذاری رو پروندت و مهاجرت کنی. بله، ما درباره نردها هم مثال میزنیم. اولین چنلی که حامی نردهای ایران هستش. اگه تو یه نردی و داری این ویدیو رو میبینی، حتما لایک و سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای یه نرد دیگه حتما بفرست که بتونه نردیشو به فرد اعلایی برسونه. اما تا اینجا داشته باش، کارهایی که ددلاین دارن خود به خود خودش رو انجام میشه. اون استرسه، اون خورزوخانه تو رو وادار میکنه که اون کارو انجام بدی. مثلا تو شنبه امتحان داری، نخوندی، 2 روز فرصت داری. خب اون استرسه تو رو بیدار نگه میداره. اگه این قضیه برات مهمه، میشینی یه کتاب انقدی رو تو 2 روز تموم میکنی. ولی حالت دوم ددلاین وجود نداره، استرس وجود نداره و فقط سرخوردگی و اون حس بد تو شما میمونه. مثلا من 2 سال یوتیوب رو شروع کردم و به خودم قول دادم که هر هفته یه ویدیو تو کانال کاباره بدم و الان تو این چنل، ولی هیچ کس نیست که به منو وادار کنه که این کارو انجام بدم. پس تنها کسی که میتونه این کارو بکنه خودمه. جلوتر اون راه حل دوم میشنوید که کمک میکنه این کارهای دسته دومو راحت‌تر انجام بدین. ولی قبلش میخوام یه جمله فلسفی بهتون بگم که خیلی باحاله. تو اونقدر وقت داری که هر کاری که دوست داری رو بکنی، ولی اونقدر هم وقت نداری که هر کاری رو که میخوای انجام بدی. اینو ریلز کنید، پخش کنید. و اما راه حل دوم، اون فیس سوبر به درد ادامه ویدیو نمیخورد. ببین، داستانی که وجود داره وقتی اون کارهای دسته دوم میخوای انجام بدی، آدم حوصله‌اش نمیکشه، خیلی بورینگه به قول ادعیا. همیشه یه آلترناتیو، اینم باز ادعایی، همیشه یه جایگزینی برای اون کارا هست، مثل اینستاگرام، مثل یه سریال جدید، مثل بیرون رفتن با رفیقه. و تنها کاری که به من کمک کرده که این چند وقته بتونم بیشتر ویدیو بسازم اینه که با بی‌حوصلگی کنار بیاین. یعنی واقعا ویدیو ساختن، الان من تو این استودیو تنها نشستم، خیلی کار خسته کننده ایه و همیشه دوپامینا و کارهای دیگه‌ای هست که بتونه انرژی بهتری به شما بده و باید سعی کنیم اون دسترسی به اون جایگزینا رو کمتر کنیم. الان تقریبا یه هفته است که سعی کردم گوشی‌های اینستاگراممو با گوشی روزمرم جدا کنم و کمتر اینستاگرام بچرخم. سریال اینا هم نمی‌بینم و سعی می‌کنم حوصله‌ام بذارم سر بره که این کاره بهم حال بده. پس یکی از راه حلایی که میتونه به شما کمک کنه اینه که با بی‌حوصلگی کنار بیاین و سعی کنید که بیکار باشین یه تایمی و تو اون تایم بیکاری خودتون رو مجبور کنید که این کارهای خیلی بورینگ و ببخشید دیگه ادایی شدن انجام بدیم. و تجربه کنم اینجوریه که تو این چند وقتی که این کارهای حوصله سربر رو انجام میدن، خیلی انرژی بیشتری میده این کارو بهم و انگار برام داره جذاب میشه. شما هم برام بنویسید که دغدغتون چیه تو این قضیه و چجوری با این کارو کنار میاین و تجربه‌تو درباره بی‌حوصلگی و این کارهایی که به خودت قول دادی برام بنویس. و امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. قرار بود یه ویدیو دیگه بدم ولی جالب شد که پام شکست و کل این داستانا. یه ایده اومد تو ذهنم، اینه که دقیقاً این کانسپتیه که من الان باش درگیرم، پس بذار اینو ویدیو کنم و شاید این بهم کمک کنه که ویدیوهای بعدی رو تندتر بدم بیرون. مرسی که تا اینجا با من بودین. اگر این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو برای دوستاتون بنویسین که فکر می‌کنین به دردشون می‌خوره. این کار کمک می‌کنه که من ویدیوهای بیشتری بتونم بعدش بسازم و انرژی بیشتری بگیرم از شما. یه چیز دو طرفه است. دیگه حرفی نمیمونه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. من رزلیم. ویدیو بعدی می‌بینمتون. چاکس. ویدیو بعدی